در شب سرد زمستانی در گوشه‌ای دور افتاده از شمال، دختری به نام لنا در کلبه کوچک چوبیش کنار پنجره ایستاده بود. آسمان بیرون با شفق قطبی رنگارنگ و بارش شهابی که مانند اشک‌های ستاره‌ای از آسمان می‌بارید، جادویی به نظر می‌رسید. لنا همیشه معتقد بود هر ستاره دنباله‌دار آرزویی برآورده نشده را با خود حمل می‌کند. آن شب لنا تصمیم گرفت آرزویی کند. او چشمانش را بست، با تمام وجود آرزو کرد که روزی جهان را ببیند و رازهای آسمان را کشف کند. ناگهان یک شهاب بزرگتر از بقیه با نوری درخشان در آسمان ظاهر شد و به زمین نزدیک شد. لنا با شگفتی به بیرون دوید و دید که شهاب در میان برف‌ها فرود آمده و درخششی عجیب از خود صادر می کند. وقتی نزدیکتر شد متوجه شد که یک گوی کریستالی در مرکز شهاب قرار دارد. با لمس آن صداهایی از گذشته و آینده در ذهنش طنین انداز شد. گویی به او نشان داد سفرش به جهان آغاز شده و هر بارش شهابی راهنمایی برای قدم بعدیش خواهد بود. از آن شب لینا دیگر تنها یک دختر روستایی نبود. او به یک کاوشگر ستاره ها تبدیل شد که رازهای کیهان را یکی یکی کشف می کرد.